تو باور داری که آدم بدی نیستی. درست هم هست. نه دروغ میگی، نه کار زشتی میکنی، نه پشت سر کسی حرفی میزنی. سعی میکنی خوب باشی و طبیعیه که انتظار داشته باشی دیگران هم همینطور ببیننت. محترم، قابل اعتماد، ارزشمند. اما یه روز میبینی همه چیز عوض شده. آدما ازت فاصله میگیرن، تو محل کار جدیت نمیگیرن، تو رابطه ها نادیده گرفته میشی و با خودت میگی من که کاری نکردم. و اینجاست که باید بریم سراغ آموزه های ارزشمند فروید. اون میگه ذهن ناخودآگاه آدم ها تو رو بر اساس نیت‌هات قضاوت نمیکنه، بلکه بر اساس پیام های پنهانی رفتارت تصویر میسازه. یعنی حتی اگه قصد نداری ضعیف به نظر بیای، یه سکوت بی‌موقع، یه لبخند نابجا یا یه شوخی اشتباه کافیه تا ذهن طرف مقابل یه تصویر ناخوشایند ازت بسازه. و همون تصویر میتونه اعتبارت رو آتیش بزنه. این برنامه درباره چیزهایی نیست که تو رو موفق میکنن. درباره چیزهایی که آروم آروم اعتبارت رو میسوزونن. رفتارهایی کوچیک، ساده و روزمره که هر بار تکرارشون میکنی یه ضربه کوچیک به اعتمادی میزنی که سالها ساختی. این اشتباهات اونقدر بی صدا عمل میکنن که یه روز بیدار میشی و میبینی اطرافت خالی شده. بدون اینکه بدونی چی شده که این اتفاق افتاده. تو این برنامه میخوایم با هم 5 رفتار بظاهر ساده رو مرور کنیم که میتونن به تنهایی اعتبارتو نابود کنن. پس اگه هنوز باور نداری که این چیزای کوچیک میتونن همه چی رو خراب کنن، تا آخر این ویدیو با من بمون. چون بعد دیدن این ویدیو دیگه به هیچ کدوم از این رفتارها ساده نگاه نمی کنی. سلام و درود میگم. من یاورم. و خوش اومدید به شروع تازه. جایی که موفقیت رو بدون فیلتر بررسی میکنیم. بیایم بریم سراغ اولین رفتاری که بی صدا اما عمیق به اعتبارت لطمه میزنه. عادت به قرض گرفتن پول. شاید فقط یه بار از کسی پول بخوای. شاید هم بگی رفیقیم دیگه، کمک کنیم به هم. اما ذهن اون طرف چی حس میکنه؟ فروید میگه وقتی کسی حس کنه باید بار تو رو به دوش بکشه، حتی اگه خودش ندونه چرا، رابطه وارد یه جنگ روانی میشه. تو نیت نداری، فقط یه قرض کوچیک. برای ناخودآگاه اون طرف کم کم میره سمت این فکر که این آدم نمیتونه خودش رو مدیریت کنه. و این یعنی شک و شک یعنی فاصله و فاصله یعنی از دست رفتن اعتبار. دوم، تنبلی و پشت گوش انداختن. تو ایده داری، خیال داری کاری کنی، آینده ای تو ذهنت ساختی اما نمی کنی، هی امروز و فردا می کنی. و مشکل اینجاست که آدما حرفاتو میشنون. هی میگی میخوام فلان کار رو شروع کنم ولی هیچ وقت شروع نمی کنی. ذهن بقیه این پیامو دریافت میکنه. حرف زیاد میزنه ولی عمل نمیکنه و کم کم دیگه تو رو جدی نمیگیرن. حتی اگه باهوشترین یا مهربونترین آدم دنیا باشی، بی‌عملی تو رو به چشم کسی که نمیشه روش حساب کرد نشون میده. تو هدف داری، 1000 تا برنامه توی ذهنت چیدی، ولی حرکت، سفر فقط توی کلمه هاست. فقط حرف، فقط تصمیم، فقط از فردا. و آدم هایی که کنارتن یه چیزی رو حس میکنن، یه سنگینی. فروید میگه کسی که فقط از تغییر حرف میزنه ولی هیچ کاری نمیکنه، برای ناخودآگاه اطرافیان تبدیل به یه بار روانیه. چون تو انرژی میخوای، شنیده شدن، تایید، دلگرمی، ولی چیزی بر نمیگردونی. و ذهن بقیه یه سوال ساده میپرسه. من از این رابطه چی میگیرم؟ فقط خستگی؟
و کم کم ازت فاصله میگیرن. تا حالا فکر میکردی تنبلی فقط به خودت آسیب میزنه؟ نه، تنبلی اعتبار تو زیر سوال میبره. سوم، بدون مرز بودن. همیشه در دسترس، هر پیامی بیاد جواب میدی، هر چیزی بخوان فراهم میکنی، فکر میکنی این یعنی وفاداری؟ اما فروید میگه چیزی که همیشه هست دیگه به چشم نمیاد. تو ناخودآگاه اونها به چیزی تبدیل میشی که همیشه هست و ذهن به چیزی که از دست نمیره ارزش نمیده. چهارم، تبدیل شدن به بار انرژی. فقط میخوای شنیده بشی ولی یادت میره که انرژی دادن هم مهمه. تو درد دل میکنی ولی اون طرف کم کم احساس خستگی میکنه و تو فکر میکنی من که کاری نکردم، اما ذهن اون آدم میگه کنار این آدم انرژی میره و شروع میکنه به دور شدن، بی سر و صدا، بی دعوا. پنجم، خودت رو کوچک نشون دادن. برای اینکه تو جمع صمیمی باشی از گندکاریات میگی، از تنبلیات، از نقطه ضعفات میخندی و میگی من همیشه دیر میکنم. جمع میخنده. تو فکر میکنی این یعنی پذیرفته شدی. ولی فروید هشدار میده ذهن آدم‌هایی که با ضعف‌هاشون شوخی نمی‌کنن تو رو جدی‌تر قضاوت میکنه و اون لحظه‌ای که همه خندیدن در واقع بهت برچسب ضعیف بودن زدن. و حالا چی؟ تو ممکنه فکر کنی آدم اجتماعی، شوخ‌طبع و آدم خوبی هستی. اما اگه این رفتارها درونت هستن، باید بدونی ذهن ناخودآگاه آدم‌ها تو رو به چشم یه خطر پنهان می‌بینه و وقتی احساس خطر کنن بدون حرف حذفت می‌کنن. حتی اگه جذاب باشی، حتی اگه باهوش باشی، حتی اگه نیتت پاک باشه. پس قبل از اینکه بقیه برن تو یه قدم بردار. نقش قربانی رو رها کن، خودت رو ببخش ولی دیگه تکرار نکن. چون ذهن بقیه شوخی نمیفهمه، فقط حست رو درک میکنه و اون حس اعتبارتو میسازه یا میسوزونه. اگه میخوای بدونی چطور کاری کنی که بقیه بهت احترام بذارن، حتما برنامه بعدی رو ببین و یادت باشه تو فقط یه ویدیو نمیبینی، داری آیندت رو بازنویسی میکنی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. سپاسگزارم.